صدای صوتی عبدالرؤوف شاید در رسانه ها مشاهده کرده باشین که بسیار با شکنجه هایی که برق میداد و سر یک طفل بسیار میزد به این اندازه شکنجه بود دیگه. و پیام آخری از اینا دیروز آمد بر ما که این بار اگر پیسه را نپرداختیم ما طفلت هر عضو بدنش جدا برتان روان میکنیم. چون شما خبر دارین تقریبا از 5 ماه هم گذشت و خود عبدالرؤوف جانم اجدی حمل 10 ساله میشه، از 9 سالگی مبرای و 10 ساله میشه. چون دولت مردای ما شما اینو ببینین در 5 ماه چی کاری کردن. میگن که ما این قدر عملیات کردیم، 80 نفر دستگیر کردیم، اما دستگیر کردن چی کردن؟ 80 نفر یک سرنخ پیدا کردن هم میتونن. اصلا دیگه قرار گفتار طالب ها هم اینا قبول نداشتن و از خود دولت شاید اینا قبول بکنن. با صراحت با وضاحت در دفتر معاون صاحب اول امی رئیس کشف وزارت داخله گفت او برادر دوست دیگه کس نیست، گفت دوست سلامبای است، گرگرای است، اختر بچه های اختر است، گفت و زمیر نام است، گفت با صراحت گفت که چون اونها هستن رئیس کشف وزارت داخله هستن، چون اونا را گفت همینجا کار قطع کو دیگه کار نکو گفتن. اونها رفتن در وزارت داخله در کار خود شیشتن اما این کار دنبال نکو گفتن. علت از من نفهمیدم، ما هم پیشما چون سوال است، چون به صراحت گفتن که گپ دیگه ها درست نباشه، چون که یک رئیس کشف یا رئیس جنایی یک مملکت است، چرا دیگه پس باور نمیکنن؟ آیا این مافیا از خود دولت که قوی تر است؟ چون که امیال ما خبر داریم که اختطافچی آزاد میشه و میره دبی چکر، چون ما عریضی رسمی دادیم. چرا بره؟ جوابش دولت بگوید، این ملت خودش ببینه قضاوت بکنه. چون که پیسه دار است، زورآور است، واسطه دار است، واسطه قوی داره. خواست ما مردم اینمی عبدالرؤوف جان است، دیگه خواست ما مردم نداریم. خواست ما مردم اینمی عبدالرؤوف جان به دست ما مردم بیایه. مگم بسیار سزای خدا از مرجع خانه کشیدیم، هیچ سزای ما مردم از دولت ما مردم دیگه پای ما مردم توجه نکده. زیاد مگم دیگه فکر است که دولت ما مردمی ترکمنا را یک 4 روز جمع میشد گم شده میره فکر میکنه، لیکن ما مردم دیگه فکر دولت ما مردم نباشه. دیگه سمت شمال 5 میلیون ترکمن در اینجا ما مردم زندگی میکنیم تا به دست ما مردم اینمی عبدالرؤوف جان نبیایه. ما مردم دیگه این خیمه را هم یاد کردنی نیستیم، یکان دولت هم یاد کردنی نیستیم. امی که دست ما مردم امی بچه را نتا دیگه پلانه ها ما مردم داریم، خواد دیگه این پلانه های خودم خواد کردیم. اما اینا را از این باب دیگر به عمل خود وفادار شوند و دفت شدن وقت عبدالرؤوف را پیدا کنند، بچه اینا تسلیم کنند. وقت
تعلیم شروع شد مکتب ها شروع شد باید دکتر برای بر تعلیم شد تحصیل خود ادامه بکنه نه این که با دست آدم رو باید باشه با دست پای بسته با جان برهنه بشینه بسیار روز سخت است کنار اجده هم از بایگری عبدالرحمن است باید عبدالرحمن می بود که با دوستا قوم و خیشا و عملی ما تاریه بود تجلیل میکردیم اما فعلا او فقط ظالم است با پای بسته با جان برهنه با تافچه است اما حکومتش به این توجهی نمیکنه اگر فرزند خود همین دولت مردمی بود چون چی عمل میکنه چی رقم میگیرن باید از حداقل اولاد خود به یاد بیارن اگر عبدالرحمن به یادشان نمیاد